سلام به هنر دوستای عزیزم که پیج منو دنبال میکنین. اومدم با یه افتخار دیگه و این سری خیلی خوشحالم که خواهرم عشقم کنارم بود. این نمایشگاه یه داستان داره که متاسفانه یه قسمتش ناراحت کننده برای خودمه که برای موقع اهدای لوح و تندیسم از دست اساتید بزرگ و داورای گرامی دیر رسیدم و نبودم، چون علت داره. خواهرم داشت برمیگشت به کشوری که زندگی میکنه و من به خاطر خواهرم این افتخار رو از دست دادم، ولی خوشحالم که دوباره یه افتخار دیگه کسب کردم و کنار اساتید بودم و همیشه مثل همیشه اون چیزی که میخواستم بودم و خیلی خوشحالم و دوست دارم به همه عزیزان بگم که خواستن توانستن همیشه از یه کاری ناامید نباشین. من واقعا خیلی خوشحالم که در این نمایشگاه لوح و تندیسم خواهرم کنارم بود و این تالار آینه برای من واقعا یه افتخار خیلی بزرگ بود. دوستتون دارم.